نه خیلی ایشون نه معتاده نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالمه. پس برای چی میخواد طلاق بگیری؟ برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیاد. من پدرمو نمیتونم ول کنم. پدر ایشون آلزایمر، اون میفهمه که تو پسرشی. من که میفهمم اون پدرمه. من الان تکلیفم چی میشه حاج آقا؟ هیچی، بفهم سر زندگیتون. خدا برای نگهداری پدرم مهم مزاحمتون نشون که چیکار داره میکنه؟ چیه؟ بابا داشت میمرد من رسیدم. سلام. بیا برو بیا برو. آدم یه زن حامله رو اینطوری از خونش میندازه. من نمیدونستم حامله است. چیکارش کردی مگه؟ اجازه بدید من بهتون توضیح بدم. زن کتک زده که بچه‌ش افتاده مرده دیگه. قولشون ندادم. تو دروغ گفتی؟ شوهرت بگو یه کاری نکنم. دیوونه شم خودمو بدبخت کنم. اگه فردا زد تو راه مدرسه بچه‌تو کشتی. میگه چیکار کنم؟ شبانه با تو جمع کنم بریم خارج؟ اتهامت قتله. مگه تو نگفتی جدی نیست؟ جدی شد.